بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بالای HTML element گپ زدیم. فهمیدیم که element در حقیقت عناصر یا تگ های HTML element میگن. حالا که اینجا HTML element داریم، یعنی به این معنی که تگ های HTML یعنی element های HTML. درست است؟ HTML element عناصر HTML. پاراگراف بود دیدیم و HTML element سینتکسش هم دیدیم با کدام شکل، یعنی شکل نوشتاریش با کدام شکل است که دیگه پارا داشت، استارت تگ و اوپن تگ و یعنی کلوزینگ تگ نگاه پا که را دیدیم. در اینجا nested HTML elements است. nested به معنای یکی در داخل دیگر، element هایی که میتونه یکی در داخل دیگر استفاده شود. اینجا یک اگزمپلش گفتم HTML document example. مثلا اینمی خود تگ HTML پس بسته کرد، باز تگ بادی دوباره پس در اینجا بسته شده. اینا در حقیقت یعنی این رو میتونیم یک چی بگوییم، یک nested HTML element بگوییم، یعنی element هایی که اینی element است به نام HTML و این element است به نام بادی. اینی بادی در داخل HTML استفاده شدنی، این میگه nested. یا مثلا در داخل پاراگراف ما یک element دیگر استفاده میکنم، یک تگ بولت استفاده میکنم، یک تگ ایتالیک استفاده میکنم، یک موضوع دیگر استفاده میکنم. اینا رو میگن nested، یعنی یکی در داخل دیگر. ترتیب از اینا با کدام شکل است؟ یک صفحه با وجود میاریم. خب اینجا از لنگویج میایم در قسمت H، اینجا HTML انتخاب میکنیم که سنتکس ها رو بشناسیم. پس نشته میکنیم تگ HTML شروع، دوباره پس تگ HTML ختم میکنیم. یک صفحه دارم با وجود بیاریم و تگ بادی، دوباره پس تگ بادی رو بستم. مثلا یک تگ پاراگراف میگیریم، در نوشته میکنیم this is a paragraph. دوباره پس تگ پاراگراف رو بسته میکنیم، تگ پی بسته. این حالا این خود یک چیز شد، در حقیقت یک عنصر شد که ما یک تگ شد که استفاده کردیم. حالا در داخل از این اگر ما کدام تگ دیگر استفاده میکنم، این میتونیم nested تگ هم برش بگویم و nested element. چون هر کدام اینا یک element است. ما یک باری را سیو میکنم، کنترل اس، در دسکتاپ مثلا به نام index.html این ذخیره کنیم. این را میریم باز میکنیم، یک پاراگراف شد. صحیح؟ این را کار میکنیم که داخل H1 میگیم. ببینیم H1 تگ H1 و دوباره تگ H1 پس بسته میکنیم. تگ H1 دوباره پس کلوز. خب ببین بعد از H1 ما پاراگراف شروع کردم، پس یعنی پیش از اینکه پاراگراف پیش از اینکه H1 پس بسته کنم پاراگراف بسته کردم یکی در داخل دیگه. اگر من اینجا یک تگ دیگه بگیرم، مثلا تگ بی بگیرم، بی چی میکنم؟ نوشته را بولت میکنم. اگر چیزی که پاس بسیسس در سرش کار میکنم، دوباره پس تگ بی در اینجا بسته میکنیم، تگ بی در آخر بسته نمیکنیم دیگه. این سیو میکنیم، کنترل اس آلت بی سرش نی بولت هم شد، سایزش هم کلا شد. این میگن نیست، یعنی یکی در داخل دیگر. خب اگزمپل هایش کار کرد اینجا، یک اگزمپل و به می شکل اینجا HTML element explain به شکل معرفی میشه. مثلا P element P و body element هم اینی است، element body در حقیقت اینا یک element یا root element ها گفتیم نی، element هایی که فقط میتونه در صفحه یک بار چیشا معرفی شود. و element HTML خود اینا یک element است. مثلا body یعنی در داخل HTML body میاد پاراگراف میاد. خب اینجا گفته که این تگ باید فراموش نکنید. Don't forget این تگ فراموش نمیکنید. اگه تگ پی شروع کردی استارت شد، اندش هم باید معرفی کنید. خب به همین شکل اینجا ببینید بعضی مثالای دیگر برای ما نشان داده. خب empty HTML element بعضی element هایی است که empty است، مثل BR که است یک element empty است دیگه، خالی است، کدام کانتنت که اضافت نداره. و به همین شکل تپ است، HTML تپ است که تپ چی رو میگه؟ ابو تول تپ میگه.
گفته یوز لاور کیس تکس، یعنی این برای ما سایت در حقیقت سازمان جهانی WTC. این WTC اسکول خو در حقیقت یک سازمان است یا یک سایت بگوییم، یک ارگانایزیشنه که نوت استاندارد وبسایت و از پروگرامینگ لنگویج ها را میسازه به سطح جهان که حتی در پانتونای خارج هم تدریس میشه. ولی اصلا سازمان وب، یعنی سازمان جهانی وب به نام WTC است که WTC چی معنا میده؟ World Wide Web. یعنی World Wide Web. این در حقیقت چیه؟ سازمان جهانی وب است. این رکامند میکنه چرا که ما تگای HTML به شکل لاور کیس نوشته کنیم. توجه هستیم؟ یا مثلا پروداکت هایی که حالی هستیم بعضی گفت element بود، attribute میم attribute element عناصر HTML بود. در حقیقت تگ ها و عناصر HTML. attribute چی میگه؟ صفات و مشخصاتی که میتونیم ما برای تگ های HTML بدیم. مثلا یک تگ پاراگراف باز میکنم، میگم پاراگراف بولد باشه. یعنی در حقیقت یک اتریبیوت، یک مشخصه، یک صفت بود که من برای پاراگراف دارم. خب HTML attributes در حقیقت اینی چرا داره؟ اتریبیوت را که خود داره. در اینجا راجع به این گفته که element های HTML میتونه attributes HTML element can have attribute، میتونه اتریبیوت داشته باشه تگ های HTML. element های HTML، تگ های HTML، element اونم بودی و اینا بود. تگش مثلا تگ پاراگراف و تگ مثلا و غیره تگ هایی که در خود HTML است. اتریبیوت که از یک additional information درباره element اضافه میکنه. معلومات اضافی، یعنی معلومات اضافه میکنه در element های HTML. مثلا من یک تگ پاراگراف میگیرم، میگم رنگ پاراگراف سرخ باشه. صحیح است؟ یک element مثلا یک تگ بادی میگیرم، تگ بادی اینجا ببین تگ بادی داریم. صحیح است؟ من میگم اینمی BG کلر یا BG بک‌گراند کلر نی، BG کلر از این مساوی بر دبل کوتشن مثلا رد باشه. این در حقیقت چی است؟ این یک اتریبیوت، یک صفت، یک مشخصه است که ما برای اضافه کردم. حالا اگر من این صفحه خود سیو کنم، اینجا بیایم میره یک بار چی کنم؟ رفرش کنم، انتر. بک‌گراند از سرخ باشه. این در حقیقت یک اتریبیوت است، یک صفت است که ما برای المنت که به نام بادی بود دادم. یعنی additional information میتونه که برای element چی کنه؟ پروواید کنه، تهیه کنه برش، نی بده برش. خب گفته که اینمی اتریبیوت ها که از همیشه در استارتینگ تگ، یعنی در تگ استارت معرفی میشه. attribute are always specified in the start tag. یعنی ما اتریبیوت نمیتونیم در این تگ بدیم. یک تگ استارت داریم، یک تگ کلوز نی. در تگ کلوز ما هیچ وقت اتریبیوت نمیتونیم معرفی کنیم، فقط در تگ استارت. توجه هستی؟ به همین شکل اینمی اتریبیوت ها یعنی یک نام داره با خود و یک ولیو داره. اینجا ببین نام از چی بود که ما دادم براش؟ اینجا اگر ببینیم سعی کن. نام از این در حقیقت اینمی بک‌گراند کلر که است، BG کلر، این نام اتریبیوت است و این نام ولیو اتریبیوت است. یعنی اینمی اتریبیوت ها میتونه دارای یک نام باشه و دیگه ولیو باشه. بعض اگزمپل هایش اینجا کار کردم. مثلا اتریبیوت اگزمپل این برای در لینک کار کردن. در حقیقت اینمی یک تگ است، تگ A و این اینجا لینک ایجاد شده. این یک اتریبیوت، یک صفت است. این هم ولیوش تا این قسمت. اینی خیلی چی میشه در اینجا؟ این خیلی چی میشه؟ این خود تگ شد، تگ A. متوجه هستی؟ این تگ A شد. اینی اتریبیوت شد. اینی ولیوی اتریبیوت شد. این اتریبیوت نیم شد، این ولیو اتریبیوت شد. خیلی در اینجا چی میشه؟ این کانتنت تگ میشه. این تگ است یا کانتنت تگ میشه. فهمیدید تا این قسمت؟ This is a link. و گفته که از کوتیشن باید در اتریبیوت شما باید از کوتیشن استفاده کنید که ما در کوتیشن استفاده کنیم. صحیح؟ در اتریبیوت ولیو البته always quotes attribute value، یعنی اتریبیوت ولیو رو باید همیشه داخل در کوتیشن بگیریم. و اینجا باز گفته که HTML tips یعنی use lowercase attributes. یعنی شما اتریبیوت داره اگر با لاورکیس نوشته کنین خوبتر است. میشه که اپرکیس هم نوشته کنین، فرق نمیکنه. این را ریکامند میکنه. کدام سازمان؟ سازمان WTC. بعضی گلوبال اتریبیوت ها داریم. یک موضوع دیگه راجع به اتریبیوت که اتریبیوت یعنی ما هر اتریبیوت رو نمیتونیم برای هر تگ معرفی کنیم. مثلا من یک اتریبیوت BG کلر داشتم، یک بک‌گراند کلر.
اگر اینجا یک تگ پاراگراف داشته باشم من میتونم برای پاراگراف در اینجا بگویم بیجی کلر، یعنی تگ بیجی کلر برازیان بدم مساوی با دبل کوتشن مثلا بلو، صحیح نی بلو دبل کوتشن. حالا اگر من سیو کنم اینجا دیگه برای من کدام معنا نمیده، چون هر اتریبیوت معنا میتونیم برای هر چی کنیم، برای هر تگ معرفی کنیم. هر تگ اتریبیوت خاص خود داره. خب ولی اینا که از گلوبال اتریبیوت است. گلوبال به این معنی که در حدود 90 99 الی یا شاید در حدود 100% در تمام المنت های HTML، در تمام تگ های HTML ما بتونیم اینمی اتریبیوت را معرفی کنیم. یعنی اتریبیوت کلاس، ID، استایل و تایتل این اتریبیوت است. تو اگر تگ پاراگراف داری میتونی برای کلاس معرفی کنی. اگر تگ مثلا کدام H1 داری یا مثلا کدام تگ دیگه است میتونی برش اتریبیوت ID را معرفی کنی، اتریبیوت استایل را معرفی کنی، اتریبیوت مثلا تایتل را معرفی کنی. اینا گلوبال اتریبیوت است که بیشتر استفاده از این در HTML یعنی مفید واقعی نمیشه برای ما. در HTML ما نمیتونیم نتیجه از این را ببینیم. این اصلا به هدف CSS استفاده میشه. یعنی این اتریبیوت است که بیشتر کاربردش در CSS و جاوا اسکریپت است. در HTML اینا برای ما کاربرد نداره. مثلا من اینجا میام یک اتریبیوت معرفی میکنم، این قسمت این H1 بخی پاس میکنم، این تگ چرا پاس میکنم؟ ایران پاس میکنیم و در کل این قسمت رو بخی پاس میکنیم. یک تگ پاراگراف دوباره بسته تگ کی بسته تگ کی بسته میکنیم. صحیح؟ یک پاراگراف از یک چند پاراگراف دوم میگیریم. مثلا این پاراگراف شد، صحیح نی؟ یک پاراگراف شد. اینی را مثلا 1 نام میدم. خب این فرست شد، این مثلا سکند نام میدم. سکند، این مثلا ترد نام میدم. ترد، و این مثلا فورت نام. و این فیفت. فیفت پاراگراف. فیفت. اینجا ما 5 پاراگراف داریم. من میگم پاراگراف اولم برایش یک کلاس تعریف میکنیم، یک آیدی برای پاراگراف دیگه کلاس، برای دیگه کلاس. مثلا اینجا میگم پاراگراف اولم کلاسش به نام چی باشه؟ کلاسش مساوی با دبل کوتشن به نام 1 باشه. صحیح نی؟ این کلاس شد و هم ولیو شد. یعنی اگر یک اتریبیوت شد و هم ولیو اتریبیوت شد. برای پاراگراف ما یک صفت معرفی کردم و ولیوش است 1. خب این در HTML گفتم برای ما کاربرد نداره. در CSS باز کاربردش می‌کنیم. این رو مثلا شامل کلاس چی میگیرم؟ مساوی با دبل کوتشن اینم شامل کلاس 1 میگیرم. دو دانه. میشه 100 دانه رو شامل یک کلاس می‌سازیم. این رو مثلا شامل کلاس چی میگیرم؟ کلاس مثلا 2 میگیرم. کلاس 2. این رو اینی پاراگراف شامل کلاس 2 میگیرم. برایش این کلاس 2 میگیرم. مساوی با دبل کوتشن 2. دبل کوتشن. این مثلا یک کلاس دیگه میگیرم. کلاس مساوی با دبل کوتشن 3. دبل کوتشن. اگر من این سیو کنم فعلا این انتر اینجا بیایم اینجا سفر رو کنم تفاوت برای ما کرد. اینجا ما فقط پاراگراف ها را زیاد کرده بودم نی؟ پاراگراف ها را زیاد کرده بودم، کنم تفاوت دیگه برای ما کرد. کنم تفاوت در اینجا وجود نامد. چرا؟ باز ما در CSS به این شکل کار میکنیم، میگیم اونمو پاراگراف هایی که شامل کلاس 1 است رنگش سرخ شود، اونو پاراگراف هایی که شامل کلاس 2 است بولد شود، بک‌گراند کلر به خود بگیره، ایتالیک شود، یک صفت دیگر را برش معرفی میکنیم، یعنی یک فرمت، یک استایل دیگر را برش میدیم، یا در جاوا اسکریپت به این شکل. متوجه هستید؟ یعنی در HTML برای ما کاربرد نداره، ولی در CSS و جاوا اسکریپت فوق العاده کاربرد داره. یعنی 100% بگیم کاربرد داره. در HTML هیچ کدوم کاربرد نداره. ممکن ما یک نیوز داشته باشیم که 1000 پاراگراف باشه. حالا هر پاراگراف شد یا یک پاراگراف یک نقطه را، یک قسمت یا یک پاراگراف یک صفحه را یا یک چیز، یک موضوع دیگر، یک عنوان، ما می‌خوایم یک فرمت برش بدیم، یک استایل برش بدیم تا اینکه از دیگران متفاوت شود. در اون صورت ما برش کلاس معرفی میکنیم و او را شامل یک کلاس می‌سازیم. اگر بخوایم مثلا 10 صفحه 10 ورق یک رقم رنگ داشته باشه، 5 ورق دیگر یک قسم، مثلا یک ورق دیگر بولد و ایتالیک باشه و بک‌گراند داشته باشه، برای هر کدام کلاس معرفی میکنیم و برای کلاسش نام میدیم. اینجا کلاس ها را اول معرفی میکنیم. پاراگراف P1 مثلا تگ P را باز کردیم که کلاس چیزی است. به همین شکل کلاس 2. اینا میتونی که
مثلا این باز در CSS قسم معرفی کنیم اونو پاراگراف هایی که شامل کلاس 1 است رنگش صاف باشه، اونو پاراگراف هایی که شامل مثلا کلاس 2 است بک‌گراندش آبی باشه، ایتالیک باشه، موقعیتش در سنتر باشه. این پاراگراف هایی که شامل کلاس 3 است لینک داشته باشه بینی صفحات، اینی رقم بود. پس اینی کاربردش بیشتر در CSS و جاوا اسکریپت است که برای ما در HTML کاربرد نداره. اینا که از گلوبال اتریبیوت است. یعنی من میتونم اینمی اتریبیوت را که برای پاراگراف دادم اینا میتونم برای بادی هم استفاده کنم. صحیح است نی؟ اینا میتونم مثلا برای یک المنت دیگه استفاده کنم. از این خاطر یا گلوبال اتریبیوت میگن. حالا بجای کلاس اینجا میتونه آیدی باشه، آیدنتیتی اینجا میتونه آیدی باشه. آیدی مساوی به 1. یعنی مثلا باز اینجا آیدی مساوی به 2 یا آیدی مساوی به 1. یعنی رو مثلا میگیریم که آیدی مساوی به 2. باز رو میشه یعنی کلاس و آیدی کدوم تفاوت نداره. میشه که اینجا بگی اونم پاراگراف هایی که شامل آیدی 1 است. آیدیشون 1 آیدی آیدنتیتی است، اینجا میشه 1 2 3 نوشته کنی هر متن دیگه نوشته میکنیم. خب پاراگراف هایی که آیدیش 1 است چی کار شود؟ یعنی یک عمل سر صورت میگیره. کیام موضوع CSS و جاوا اسکریپت است. اینجا ما نمیتونیم چیز کنیم، یعنی کدوم تفاوت برای ما اینجا ایجاد نمیکنه، کدوم تغییرات نمیاره که ما بگیم این کار میکنه در CSS و جاوا اسکریپت. به همین شکل استایل است. استایل اینا در حقیقت در CSS که است ما به چند شکل میتونیم استایل بدیم. یعنی ما در HTML عناصر رو به وجود میاریم، ما در HTML استراکچر سازی میکنیم. بعد اینمی استراکچری که ساختیم، اینمی عناصر رو که به وجود آوردیم در CSS برش رنگ و استایل و دیزاین میدیم. مثلا فرض کن خانه رو ساختی، پایه رو استاد کردی، دیوالا رو خشتکاری کردی، کل استراکچر ساختمان ساخته شد. حالا تو یعنی استراکچر ساختی بعد از اون نوبتی است که تو رو رنگ کنی، مثلا زیب و زینت بدی، کوچ برش اضافه کنی و غیره غیره. صحیح؟ سر زیباییش. پس در HTML ما عناصر به وجود میاریم، استراکچر وبسایت میسازیم، در CSS برش استایل میدیم. حالی استایل ما به چند شکل در CSS داده میکنیم. یکی به شکل اینلاین میتونیم استایل بدیم. صحیح نی؟ خب یکی به شکل اینطور بگیم که استایل اینلاین و به شکل اینترنال و اکسترنال. استایل با کدای HTML در اونمو یک لاین تایپ میشه. مثلا ما اینجا یک پاراگراف ساختیم، اینی پاراگراف. یک تگ پاراگراف گرفتم، اینی پاراگراف است، اینی محتویات پاراگراف است. حالا اگر من برای از کدام استایل اضافه میکنم، استایل در خود اینی لاین من نشته میکنم. یعنی استایل در خود این لاین برش معرفی میکنیم. ولی اکسترنال که است، خب اینو نشته میکنیم اینلاین و دیگه است اکسترنال خارجی. به این معنی که ما فایل CSS کدای CSS در یک فایل جداگانه ذخیره میکنیم و کدای HTML در جدا فایل ذخیره میکنیم. یعنی بین از لینک قسم ایجاد میکنیم که مثلا اونم کلاس ها و آیدی و این گپا رو که ما معرفی کردیم، به این طریق ما برای اینا مثلا یک فرمت میدیم. خب وقتی که اینلاین میگیم پس از اینمی اتریبیوت چی استفاده میکنیم؟ اتریبیوت استایل استفاده میکنیم. یعنی اگر ما اگه استایل رو بخوایم در خود کدای با خود کدای HTML در جای به حساب نوشته کنم، بیام معرفی کنم یا برش استایل بتونم، در اون صورت در خود لاین نوشته میکنم. مثلا اینمی this is the first paragraph، اینو چی کار میکنم؟ اینو برش آیدی نمیدم. صحیح است؟ آیدی زیر پاس میکنم، میگم استایل از این مساوی به چی باشه؟ استایل از این مساوی به دبل کوتشن، مثلا یک بک‌گراند کلر داشت میگم. صحیح است؟ بک‌گراند اینجا با داش کردم که موضوع CSS است. بک‌گراند کلرش مساوی به دبل کوتشن چه قسم باشه؟ از او کو از بادی بک‌گراند کلرش رد بود نی؟ بک‌گراند کلر از اینجا مثلا بلو بود. بک‌گراند کلر بلو دبل کوتشن. این اگر ما کنترل سیو کنیم، حالا بیا اینجا یک بار رفرش میکنیم صفحه. حالا دیگه خب فرست پاراگراف. می‌بینیم که اگه پاراگراف دوباره پس داره. اون دبل کوتیشن نداره گاوا نداره. بله. دبل کوتیشن نه مشکل نداره. اونو بک‌گراند از پله میشه فیل نشته کنی؟ بک این دیگه می‌کنی. بک‌گراند این چی میشه؟ این که درست بود. بک‌گراند داشت کلر. پس چی بود؟ این یک اینلاین استایل بود که اینجا
نوشته میکردیم مثلا برای این پاراگراف ما یک استایل دادم. این در حقیقت کد CSS است که فعلا اینجا نوشته کردیم. این کد CSS است. یک انلاین استایل دادن است که ما بر پاراگراف خود یعنی استایل دادیم از کد CSS انلاین در داخل خود لاین، یعنی با کد HTML یک جای. خب بک‌گراند از چه قسم شد رد؟ اینو میتونیم بلو بگیریم. بلو کنترل اس یک بار میگم آل دی بک‌گراند چی شد؟ آبی شد. خب موضوعات دیگه چه بود میشه که در CSS رسیدیم سرش کار کنیم. خب این بود از اتریبیوت استایل که اینجا استایل نوشته میکردی، بعد اینجا دفینیشن میکردی و عمل سرش تطبیق میشد. تایتل که است برای ما یک تول تیپ میکنه. تول تیپ چی میکنم؟ یعنی یک تگ تایتل میگیریم، مثلا اینجا میایم خب تگ پاراگراف، این یک پاراگراف است درست؟ این دیگه پاس میکنیم اینجا تگ پاراگراف. خب میشه که تگ تایتل چی کنیم؟ خارج از این بگیریم، میشه که تگ تایتل در داخل پاراگراف بگیریم. فرق نمیکنه. صحیح؟ خب اینجا میایم نوشته میکنیم که تگ تایتل شروع و تگ تایتل دوباره پس ختم شد. خدا این تایتل چی نوشته میکنیم؟ اینجا ما متنش نوشته میکنیم. یا میشه که این قسمت خب داره چیز دیگه تکرار است. خب پس تایتل که است برای ما یک چی میکنه؟ یعنی به این شکل یک دسکریپشن میده. یعنی تو یک تایتل میدی، تایتل اگر برای پاراگراف دادی، پاراگراف برای یک تول تیپ میده، در حقیقت یک تیپ میده برای ما. اونم مسیجی که نوشته که دی مسیجت میاد. خب اینو باز یک مثالش کار میکنیم در میشه دیگه روز باز سرش کار کنیم. اصل هدفش اینه میشه که اینه تو برای ما یک مسیج میده. اونم مسیج رو خود نوشته کردی. این از اتریبیوت های HTML بود که کار کردیم، هیدینگ ها را کار کردیم، هیدینگ ها را میفهمیم، تا 6 هیدینگ گفتیم داریم که اینجا 3 هیدینگ مثالش برامون کار کردن. صحیح نیست؟ خب گفته هیدینگ are important. مهم است که در هیدینگ یعنی از هیدینگ شما استفاده کنید. چون بخاطر تایتل ها بخاطر عنوانا وقتی که پاراگراف داشته باشه، پاراگراف حتما عنوان داره. باز میشه از این استفاده کنید. اینجا بیگ اور بولد، اینجا بولد میکنه برای تو نوشته را بزرگ میکنه یا بولد میکنه. با رنگ میشه. یا هم دسکریپشنش است اگه خواندی بود بخوان. خب اینجا HTML لاین است، یعنی برای ما یک هوریزونتال لاین میدن. این لاین میبینید در حقیقت اینت یک لاین میده. ولی لاین توسط HTML جور نکرده. این توسط CSS ساختن. بازی رو میشه که یعنی بعضی تکنیکای دیگه است که از اون طریق باز ما میشه که این لاین برای بدیم. ولی لاین که در HTML میه این هوریزونتال رو است که یعنی چی میشه؟ به شکل عمومی میه، سرتاسری به این اندازه نمیه. خب هدفش از اون تو یک لاین ایجاد کردن است. تگ HR. خب تگ HR رو می‌بینیم. یک پاراگراف است. اینجا می‌بینیم تگ HR. چی می‌کنیم تگ؟ آیا تگ HR باید بسته شود؟ بسته نمیشه چون کانتنت نداره. صحیح نیست؟ اینو سیو می‌کنیم. اینجا بیاید بار اینو رفرش می‌کنیم. صفحه رو نمی‌بینیم. صفحه رو باید باز کنیم. اندازه HTML اینجا آمده دیگه. این تگ هوریزونتال لاین میاد. خب این از HR است. تگ پاراگراف گرفته، HR پس بسته کرد. این ضرورت نیست که توی بسته کنی، خب بستهش کرد اینجا. تگ پاراگراف دوباره پس بسته کنی نکنیش فرق نمیکنه. اینجا کامنت است. ببین اگر تو HTML یک کد بخوایم کامنت کنیم، مثلا اگر من اینجا کدام موضوع دیگه نوشته میکنم، یا اون برام نشون دادم میشه در وبسایت. پس برای اینکه شاید یک نود باشه، او رو بخوایم نشون نده، اینو باز ما کامنت میکنیم. کامنت که دیگه نشونش نمیده. چه قسم کامنت میشه؟ در اینجا یک علامه کوچکتر و یک علامه ندایه با دو خط شروع و به این شکل علامه پس بزرگ دو داش علامه بزرگتر این نوشته کامنت. حالا اگر من رسیب کنم اینجا اونمو رو برای من نشون نمیده. اصلا با وجود داره، پیشتر هم وجود داشت و حالا کامنتش کردم. بهتر است که بیخیش کامنت نکنیم اونجا. خب برای بعض شارت نوت بعض گپا اگر بخواستی که نوت نوشته کنید در وبسایت باز میشه که از کامنت استفاده کنید. صحیح است؟ این موضوع کامنتس. بخش هیدینگ پاراگراف میفهمی، پاراگراف موضوع ساده بود، فقط تگ پی شروع تگ پی ختم به خاطر پاراگراف بندی معلومات یا نیوز یا اخبار در وبسایت ماست. اینجا گپ ساده است، اینجا گپ است که دیروز کار کردیم سرش. و اینجا یعنی میتونیم بریک لاین استفاده کنیم. اینم بریک لاین است. متوجهی بریک لاین یا بریک ات. این میشه که داخل تگ پاراگراف استفاده کنید در قسمتی که خواسته باشه. خود پاراگراف هم در حقیقت بریک میکنه از قبل از خود و بعد از خود. همونجوری که میخواید.
اینجا میشه که بیاره به این شکل تایپ کنی یا بیاره به این شکل تایپ کنی. گپای ساده. خب مهمترین موضوعی که سرش کار خواهد کردیم، فارمتینگ هم اونقدر در HTML کاربرد نداره، خب سرش کار میکنیم چون ما استایل فرمت در مجموع هر دوش در CSS میکنیم. چون خود CSS یک کاسکیدینگ استایل شی، یعنی یک پروگرام است که مکمل فرمت و استایل مربوط از اون میشه. از اون خاطر در HTML سر از این قدر کار نمیشه. بعضی فرمت ها و استایل های خیلی ساده را گرفته که سرش کار میکنیم. مهمترین موضوع در HTML لینک، ایمیج، تیبل، لیست، فرم، این گپ است. کلر و اینا مقدر کاربرد در HTML نداره. آسان هم است ولی یک طریقه استفاده داره که شما مثلا اگر بخواین یک رنگ دلخواه خود یعنی نظر به کد ما استفاده کنیم چطور کلرایز کنیم سیز ایرا یعنی در کل اینا از خود کد دسیمر هم داره، کد هکسادسیمل هم داره و کدایش میگیره. یعنی میگه پا خیلی مهم است. کلر وقدر در HTML برای ما مهم نیست ولی را به هدف CSS میخوانیم. مهمترین موضوعات ها در HTML چی است؟ یکی اینه که المنت ها و اتریبیوت های HTML رو بفهمیم. هیدینگ اینی موضوع مهم است، پاراگراف مهم است، فرمت و استایلش به این خاطر مهم است که CSS داریم. لینک، ایمیج، تیبل، لیست، فرم. اینه میگه پا فریم. اینه مقدر خیلی مهم است در HTML که باید 100% یاد بگیریم. خب میشه که دیگه فعال باشه.